سرخط خبرها. قزاقستان صادرات گندم را محدود می‌کند. عزت امان با دعواگر در نسبتش روبرو شد و یک ساکن ترسنزاده از وزارت کارهای داخلی 400,000 سومانی جبران ضرر می‌خواهد. سلام بیننده های عزیز، با امید یک روز خوب شما نوید بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 5 اپریل است. جمهوری قزاقستان صادر کننده اساسی محصولات گندمی به تاجیکستان تصمیم گرفته است که صادرات غله و آرد را موقتا محدود کند. اما فعلا معلوم نیست که صادرات به کدام کشورها محدود می شود. ایربول карашукеев وزیر خارجه دهات این کشور گفت قزاقستان مسئله جاری کردن محدودیت‌های موقتی به صادرات غله و آرد را به خاطر حفظ بازار داخلی بررسی می‌کند و در حاشیه یک جلسه حکومتی در مجلس پارلمان قزاقستان به خبرنگاران گفت این اقدام به آن دلیل گرفته شده است که تولید کنندگان محلی خواهان فروش غله به آردکش‌ها نیستند. карашукеев санаи мушаххаси ҷорӣ кардани маҳдудиятҳоро низ нагуфта аст. тоҷикистон маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла гандум, орд ва ҳам гази моеъро аз қазоқистон мехарад. феълан нархи орд дар бозорҳои кишвар вобаста ба навъаш аз 280 то 330 сомонӣ муқаррар шудааст. عزت امان حامی حقوق مهاجران که ماه پیش بر ضدش پرونده نو گشودند با دعواگر واخورد. در این باره محمد یوسف خولوف پسر عزت امان به آزیا پلوس خبر داده است. به گفته او چند پیش عزت امان در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه با دعواگر نورالله واحدوف که گفته میشد برای از زندان مردو و به دوشنبه انتقال یافتنش به واسطه شناسهایش به عزت امان $10,000 داده است واخورد و اتهامی پیش آورده او را رد کرد. در واخوری واحدوف تصدیق نموده است که بر عوض $6,000 قرضش یک ماشین تمغه مرسدس را گرفته است و اکنون دعوا دارد که $4,000 باقی مانده را برگرداند. ادعایی که عزت امان رد میکند و میگوید 4,000 باقی مانده را به همسر روسی واحدوف در مسکو رسانده است. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب می‌رفت، روز 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دکبر به محبس یکم سویتسکی انتقال دادند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه وضع در اطراف شهر بوچه اوکراین را یک حمله ساخته نوبتی خواند و گفت که در آنجا صحنه سازی شده است. وزیر کارهای خارجه روسیه در ملاقات با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه مارتین گریفیتس گفت روز دیگر در شهر بوچه ولایت کیف پس از آن ترک نیروهای روسیه از آنجا طبق نقشه یک حمله ساخته‌کاری شده صورت گرفت. بر اساس آخرین خبرها روسیه نیروهای خود را از کیف، ولایت‌های چرنیگوف و سومسک بیرون کرده است. معلومات دقیق درباره قربانیان در بوچه معلوم نیست. در رسانه‌ها عکس‌های نشر شدند که غیر نظامیان با دست‌های بسته کشته شدند و در چند مکان شهر گروه‌های دست جمعی پیدا کردند. مقامات اوکراینی میگویند نظامیان روس در این شهر بیش از 300 نفر را کشتند. مسکو این اتهام را شدیداً رد می‌کند و عکس‌ها را صحنه سازی شده می‌نامد. در همین حال بنا به خبرهای رسیده حمله روسیه به منطقه‌های اهالی‌نشین اوکراین ادامه دارد. بناهای استقامتی در پی حمله‌های موشکی مسکو ویران و ولنگور و ساکنان زیاد کشته و زخمی شدند. خبرنگاران صدای آمریکا با چند ساکن یک بنای بلندآشیانه کیف صحبت کردند که توانستند از این ترکش ها نجات یابند، اما تمام دارایی و خانه هایشان را از دست دادند. این بینایی در گذشته آباد و زیبای بلندآشیانه در کیف روز 14 مارس در پی یک حمله موشکی خراب شد. در این حادثه دست کم 4 نفر کشته شد. بعد همین حمله شهردار کیف ویتالی کلیچکو در پایتخت اوکراین ساعت کمیدنتی اعلام کرد. صدای آمریکا با عائله صحبت کرد که از حمله نجات یافته اما منزل خود را از دست دادند. Мы всей семьей спали ночью в нашей спальне. شب گذشته تمام عائله در خانه خواب بودیم.
من شوهرم و پسری کلونیم در یک کت خوابیده بودیم. ساعت 5 صبح بیدار شدیم. در ایوان به بالای پسرم افتید. ما زود فهمیدیم که این حمله است. همه به مهمان خانه دویدیم. شوهرم گفت که سوختار سر زد. ما همه چیزی رو که امکان داشتیم جمع کردیم و به بیرون دویدیم. آیله این زن 8 سال پیش زمان درگیری ها میان حکومت و جدایی طلبان رو به روسیه از دونتسک به کیف کوچید. ما این حالت را در دونتسک از سر گذرانیده ایم، اما آنجا به این حد نبود. ما هیچگاه فکر نمی کردیم که در کیف چنین واقعه رخ می دهد و ما دیگر باره این روزها را می بینیم. این دهشتناک است. با وجود وحشت جنگ این زن باور دارد که حمله روسیه اوکراین را تغییر داد و مردم را متحد و بیشتر از هر وقت دیگر قوی تر کرد. زندگی در این دهشت در 3 هفته اخیر حتی از همان روز اول معلوم کرد که واقعا مردم در کشور ما هیچ وقت به این حد متحد نبود. به اندیشه او حمله روسیه به بناهای استقامتی بلند آشانه باید اوکراینی ها را وحشت زده میکرد، اما آن بیشتر نتیجه برعکس داد. آنها به پیروزی نزدیک شدند. آنها حتی یگان ذره به موفقیت قریب نشدند و هیچگاه هم نخواهند شد. با زیاد شدن حمله و بمباران در منطقه های اهالی نشین کیف، نصف از اهالی شهر فرار کردند، ولی اکثریت دیگر تصمیم گرفتند که توکل کنند و بمانند و برای حفظ خانه و کشور خود در مقابل اشغالگران روس مبارزه برند. هرچند از دعوت بهاری به خدمت حتمی حربی 4 روز سپری گشت، اما بعضی از ولایت‌ها از اجرای نقشه دعوت خبر می‌دهند. نخستین شده روز 1 اپریل، روز اعلان دعوت، ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که در سرتاسر ولایت نقشه 102.5% اجرا شد. همچنین صبح دیروز 4 اپریل بیش از 1000 نفر جوان ولایت ختلان طی یک مراسم خاص به خدمت سفربر شدند. کمیسریت ولایت ختلان میگوید در این ولایت نویه‌های فرخار، شمس‌الدین شاهین و ناصر خسرو نقشه جلب جوانان به عسکری را تا این دم اجرا کردند. مسئله جلب جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان یکی از موضوع دوغ است و همساله در دوره دعوت به خدمت موردهای زیاد جلب اجباری هم به نظر می رسد. مقامات همیشه به نبودن ابله تاکید کرده میگویند جوانان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشوند، پلیس حق دارد آنها را زوراً حاضر کند. ولی بنا به نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی، کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه‌ها داشته به ارتش میبرند. خانواده حسن یادگاروف، یک ساکن شهر ترسنزاده که برای شکنجه او 3 کارمند میلیسا محکوم به زندان شده بود، از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی جبرانی ضرر طلب دارند. حسن یادگاروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شده، پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی رها شد و در گذشته بارها تاکید نموده بود که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسا مجبور شد جنایت را به گردن گیرد. 3 مأمور میلیسا که به اتهام شکنجه یادگاروف زندانی شدند، هنگام مرافعه‌های دادگاهی دست داشتن خود را در شکنجه و اذیت او رد می‌کردند. گلچهره خالمعتوا، راهبر گروه یاری حقوق ائتلاف ضد شکنجه، به رادیو آزادی گفت وضع سلامتی حسن در پی شکنجه کارمندان پیشینی میلیسا بد شده است. به گفته او عریضه دعوایی را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه پذیرفته است و در نظر است روزهای نزدیک مرافعه‌های دادگاهی برگزار گردد. در همین حال نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ معلوماتی رسمی در مورد دعوای جبران ضرر نسبت به حسن یادگاروف به این نهاد نرسیده است. بنابراین نمیتواند در این باره بیشتر صحبت کند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان نگاره فضل‌الدین همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بی‌خبر نمانیم.
таърихшиносон мегӯянд моҳи апрели соли 849 исмоил сомонӣ таваллуд шудааст, ки баъдан асосгузори аввалин давлати мутамарказии тоҷикон сомониён шуд. ӯ 58 сол умр дид ва аз мақоми волии бухоро то амири моваронаҳру хуросон ва давлати сомониён расид. баъди касби истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумат исмоил сомониро ба як рамзи эҳёи давлати тоҷикон табдил дод ва муҷассамааш дар маркази шаҳри душанбе қомат афрохта бисёр рамзҳову нишонаҳо мисли пули миллӣ, кӯчаву шаҳрҳо собиқ қуллаи коммунизм номи исмоили сомониро гирифт. 5 апрелро Созмони Милали Муттаҳид рӯзи озодии виҷдон номидааст, ки ба хотири васфи баландтарин арзишҳои инсонӣ мисли эҳтиром ба инсон ва ҳуқуқи башар, гуногунандешӣ, дину эътиқод ва сулҳофаринӣ эҷод шудааст. банди якуми эъломияи ҳуқуқи башар мегӯяд, ҳама инсонҳо озоду баробар ҳуқуқ таваллуд шуданд ва бояд ба якдигар муносибати баробарона дошта бошанд. як ҳадафи инсона ёдоварӣ аз арзишҳои сулҳу таҳаммулпазирӣ ва пешгирӣ аз низову ҷангҳо дар сайёра мебошад. 5 апрели соли 1996 дар шаҳри чинии Шонхой роҳбарони 5 кишвар Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Чин гурӯҳи сиёсии панҷгонаи Шонхойро таъсис доданд, ки ба як ҳамоиши сиёсии ду бозигари азими минтақавӣ табдил шуд. соли 2001 ба ин гурӯҳ Узбекистон ҳам ворид шуд ва номаш Созмони ҳамкориҳои Шонхой гардид. ин яке аз маҳфилҳои сиёсии муҳиме мебошад, ки барои ҳамоҳангсозиву таъйини самтгириҳои сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Пекину Москав равона шудааст. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, расидем ба поёни барнома. худо нигаҳбонатон.